سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من پارسا هستم از چنل پیاده رو. بنده اولین چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که موها رو زدم، 100% دیدید. و بحث دوممون اینه که یوتیوب شورت هایی که من میسازم، هر روز دارم میسازم، سعی میکنم هر روز بسازم. هر جا تونستم که یک ویدیو بگیرم که به درد یوتیوب شورت بخوره میگیرم و آپلودش میکنم همون روز. اینو میگم که بیاید ببینید، چون کامنتاتون رو اون زیر نمیبینم. بیاید ببینید. در واقع اینو میخوام بگم بهتون، اینه که مردم، آقا من یه جای فوش دادم، معذرت میخوام، همین الان میگم، امکان داره فوش بدم. مردم، انسان ها، مخصوصا تو جامعه ای که ما هستیم و تو سن و سال ما که من داره 4 ماه دیگه 18 سالم میشه، مشکل احترام گذاشتن به همدیگه داریم. یک، اینکه همه همدیگه رو مسخره میکنن. دو، اینکه وقتی به یه نفر معرفت میبخشی، در واقع معرفت میذاری پای یارو بر نمیگردونه. یعنی این خیلی قضیه بدیه. اینکه تو فکر کن برای یه نفر معرفت قائل بشی ولی اون اصلا یه ورش هم نباشه. چند روز وحشتناک درگیر این قضایا شدم. کلا چند روز خیلی بد اعصابم به هم ریخته. حال شما رو بد نکنم، ولی یوتیوب شورتا رو بیایید ببینید. آقا، به کسی که لیاقت اینو داره که شما بهش پاش معرفت بذارید، معرفت بذارید. به کسی که بهتون احترام میذاره احترام بذارید. البته کی احترام نذارید به طرف؟ موقعی که بهتون بی احترامی کرده. شما اول احترام بذارید به طرف. دیدید داره بی احترامی میکنه، شما عملا بگید. مشکل اینجاست که تعداد نفرات خیلی خیلی کمی وجود دارن که لیاقت این قضیه رو دارن. اصلا یه جوری شده من احساس میکنم آدم بده منم، در صورتی که آدم خوبه منم. اینو مطمئنم که آدم خوبه منم، صرفا چون یه سری کارایی من میکنم که حداقل تو زندگیم، تو این وضعیت کثافت زندگی، یه ذره حالم خوب باشه، میگن تو کسخالی. و مثلا برگشته یه فلان کسک برگشته در مورد تو فلان چیزی گفته. آقا به تخمم اصلا برای من مهم نی. اگه قرار بود برای من مهم باشه اون کارو نمی‌کردم. آبرو واقعا چیز مهمی نی. آبرو چندین بخش داره. در واقع اصلا به نظر من آبرویی نیستش که تو مثلا داری تو خیابون راه میری، مثلا آهنگ میخونی، یارو برمیگره نگات میکنه، قیافش یادش داره کیره خر میکنه. ببخشید بازم. آره، اگه اون کاری که الان من دارم میکنم صرفا برای دل خودم، اگه برام مهم بود که طرف در مورد من چی میگه، اون کار نمیکردم. خب آبرو چیه؟ آبرو بر فرض مثال اینه که مثلا شما به من یه امانتی میدی، من از اون امانتی درست استفاده نکنم و بزنم خرابش کنم امانتیو. اون موقع است که آبروی من پیش تو میره. تو دیگه به من هیچی نمیدی امانتی، تو دیگه هیچ امانتی پیش من نمیذاری، یا مثلا هیچی به من قرض نمیدی. خب یا مثلا شما به یه نفر پول قرض میدی، به شما مثلا بعدم برگردونه، اون میشه امانتداری. در واقع اون میشه آبرو. تو میگی این طرف لیاقتشو داره، من به این پول بدم، بعداً پولمو بهم پس میده. یا مثلا اگه یه موقعی برای یه نفر معرفت قائل باشی، پاش معرفت بذاری، میدونی که بعداً بهت معرفت میده، بهت حال میده. اشتباه برداشت نکنید، خودتون میدونید منظورم چیه. اگه شما به یه نفر حال بدید، میدونی که طرف بهت حال میده. حالا مثلا برای هر کسی ممکنه چیز متفاوت باشه. از یه نفر که پول نداره نباید انتظار پول دادن داشته باشی، یا اینو یادت نره. از کسی که مثلا چیزی که میتونه ارائه کنه رو باید انتظار داشته باشی. همینه که الان رفاقت نیست انگار. یا مثلا دختر پسر هیچی با هم اخت نمیشه. از اصلا رابطه، خود من هنوز تا حالا یه رابطه طولانی مدت نداشتم. صرفا با چند نفر صحبت کردم، اونم رفت، تموم شده رفته. بیشترش 1 هفته بوده. آقا دنبال کسی بگردید که بتونید باهاش رفیق باشید. دنبال کسی بگردید که معرفت پاش بذارید، معرفت پاتون بذاره. دنبال کسی باشید که بهتون بی احترامی نکنه. دنبال کسی باشید که درکتون کنه. دنبال کسی باشید که مسخرتون نکنه. دنبال این نوع افراد باشید، چه پسر چه دختر، هرچی. هر کسی که خواست بیاد تو زندگیتون این ملاک ها رو باید داشته باشه. و اینو بدونید که از قیافه همه چی رو میشه تشخیص داد. همه چی رو. اونی که میگه ظاهر مهم نیست باطن مهمه، اون
زر میزنه، اون کسشر داره بهتون میگه. از ظاهر همه چی رو میشه فهمید. کسی که باطنش یه چیزی باشه از تو ظاهرش هم میاد، چه خواسته چه ناخواسته. چطور مثلا متال هدا، من فکر نکنید میخوام بگم متال هدا بدن، مثلا متال هدا اعماق وجودشون عملا چیزه، خشمه که همچین چیزایی گوش میدن. من خودم یه سری وقتا یه سری آهنگای گوش میدم، مثلا میخوام جنگو ببرم بالا، میخوام وحشی حرکت بزنم فلان، میرم یه موزیک وحشی میذارم، یه موزیک هار میذارم. اونی که همیشه متال یا مثلا اینا رو گوش میده، اون موزیکای خشن رو گوش میده، اون 100% توی مغزش عملا یه آدم دیوونه است. یه ذره بحثت بشه میزنه جرت میده. در این حد خلاصه دنبال یه آدم خوب بگه. اگر همچین آدمی با ملاک هاتون نیومد، بای بای. این بای بای مهمه. بای بای دقیقاً عین نگفتن است که کلاس 5 بودیم 4 بودیم که بهمون یاد دادن، ابتدایی یادمون دادن و خیلی همون چیزهای پایه‌ای که ما تو بچگی یاد گرفتیم هم یادشون نمیاد، همه رو ریختن دور، فراموش کردن. آره دیگه، خلاصه شد دیگه، خودتون فهمیدید دیگه، خلاصه ای نداره، خیلی رک و خیلی واضح حرفامو بهتون گفتم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم به دردتون خورده باشه و ویدیو شورت ها رو بیاید ببینید. بای بای.